فیلم با آلیس 38 ساله شروع می شود که سر رنگ روی جلد مجله‌ای که سردبیر آن است به خاطر یک اختلاف جزئی مدام به دیگران دستور می دهد و آنها را سرزنش می کند. او برای کار در برزیل است، در راه بازگشت به پاریس می باشد. در مسیر فرودگاه با پلین دوست و همکارش تماس می گیرد. پلین به او میگوید که لیز از وقتی آلیس رفته مدام کنار رئیس بوده است. وقتی آلیس میخواهد با رئیس صحبت کند، پلین نگاه میکند و میبیند لیز و ونسان وارد دفتر او میشوند و پرده ها را میکشند. پلین به آلیس میگوید صحبت با رئیس فعلا ممکن نیست. در هواپیما آلیس از دست مردی میان سال که بیش از حد به او نزدیک می شود کلافه است. در همین حین صندلی یک نوجوان دیگر توسط کسی گرفته می شود و مهماندار او را کنار آلیس در قسمت فرست کلاس می نشاند. آلیس نوجوان را عملاً روی صندلی می کشد تا آن مرد مزاحم که تازه از او درخواست قرار داده بود جای او ننشیند. کمی بعد آلیس از دست این پسر جوان که بیش از حد خوش میگذرانه و از ارتقا به کلاس بالاتر حسابی ذوق دارد کلافه می شود. اما ناگهان هواپیما دچار تلاطم شدیدی می شود و همه مسافران وحشت می کنند. نوجوان برای پرت کردن حواس آلیس تلاش می کنند، اما وقتی چراغ‌ها خاموش می شوند آلیس از ترس دست او را می گیرد. خیلی زود تلاطم تمام می شود و اوضاع عادی می شود. وقتی آلیس از جای خواب بلند می شود، بلتازار متوجه می شود که او یک فلش مموری روی زمین انداخته است. او می دوده تا فلش را به آلیس بدهد، اما آلیس سوار ماشینی که منتظرش بود می شود و نمی فهمد بلتازار در حال دویدن دنبال ماشینش است. در صحنه بعدی آلیس وارد محل کارش می شود و با لیز رقیب کاریش که در تلاش است جای او را بگیرد روبرو می شود. آلیس عصبانی به ونسان میگوید که لیز قصد دارد شغل او را بگیرد، اما به تعجبش ونسان میگوید لیز برای این کار مناسبتر است چون جسورتر و بی‌پرواتر است، در حالی که آلیس خشک و بیمیل به ریسک است. همچنین میفهمیم که لیز 3 بار ازدواج کرده، هم با مرد و هم با زن، در حالی که آلیس 8 سال پیش طلاق گرفته و بعد از آن تبدیل به یک کار معتاد شده به کار شده است. رئیس معتقد است لیز نگرشی جسورانه داره که باعث میشود مخاطب بزرگتر رویا پردازی کنه. او به آلیس پیشنهاد میکنه پست سردبیری یک مجله دیگر را بگیره تا زمان بیشتری برای گذراندن با دخترش داشته باشه. آلیس خشمگین از دفتر بیرون میآید. در خانه همسر سابقش برای بردن دخترشان زویی میآید. بعد از خداحافظی آلیس به کارش برمیگردد. چیزی که باعث کلافگی بیشترش میشود گم شدن همان فلش مموری است. پس از جستجوی زیاد یادداشتی از پلین پیدا میکند و به شماره روی آن زنگ میزند. بلتازار جواب میدهد، اما در یک بار شلوغ است و صدای زیادی میآید. آلیس خودش را معرفی میکند و درباره فلش مموری میپرسد. بلتازار میگوید که آن را دارد و آلیس آدرسش را میگیرد و با عجله به آن بار میرود. آنجا بلتازار او را به دوستانش معرفی میکند و میگوید که یک سوء تفاهم تلفنی پیش آمده و فلش مموری در خانه اش است، نه همراهش. در همین حین 2 نفر از همکاران آلیس او را در بار می‌بینند و از دیدن زن خشک و رسمی شرکت در چنین جایی شوکه می‌شوند. آنها آلیس و بلتازار را تعقیب می‌کنند و از دور صحنه‌ای می‌بینند که انگار این 2 در حال بوسیدن هستند، در حالی که بلتازار در حال کمک به آلیس برای گذاشتن کلاه ایمنی است. و سریع از این صحنه عکس می‌گیرند و در توییتر پست می‌کنند. بلتازار آلیس را با اسکوتر صورتی هولوکیتیش به خانه‌اش می‌برد و توضیح می‌دهد که عکس تبلیغاتی آن سیاه و سفید بوده و فکر کرده مشکی است. در خانه با پدر بلتازار آشنا می‌شوی که با یک دختر خیلی جوان رابطه دارد و درباره برنامه نمایشش اظهار نظر بی‌پروایی می‌کند. بلتازار فلش مموری رو پیدا می‌کند، آلیس تشکر می‌کند و می‌رود. اما بلتازار از او می‌پرسد آیا حاضر است روزی با او قهوه بخورد؟ آلیس که متوجه می‌شود این درخواست قرار است، میگوید با پسرهای جوان قرار نمی‌گذارد. صبح روز بعد در محل کار آلیس متوجه می‌شود همکارانش پچ پچ و خنده می‌کنند. وقتی از پلین می‌پرسد، او عکس منتشر شده رو نشانش می‌دهد که زیرش نوشته شده یک کوگار. بعدتر آلیس با رئیس درباره مسائل کاری صحبت می‌کند و او آلیس را بابت رفتن سراغ یک پسر جوان تحسین می‌کند و میگوید این کار را می‌پسندد چون با روحیه مجله ربل سازگار است. آلیس ماجرا را با دوستش مطرح می کند و او پیشنهاد می کند با این پسر وقت بگذراند و وانمود کند شایعات درست است، چون اگر می خواهد شغلش رو نگه دارد باید رئیس رو راضی نگه دارد و رئیس از آدمهای خوشش نمی آید. آلیس تردید دارد اما تصمیم می گیرد امتحان کنند. با لباسی جذابتر به کالج بلتازار می رود. بلتازار شجاع اما خوشحال می شود. وقتی آلیس از او میپرسد آیا امشب برای رفتن به نمایشگاه هنر وقت دارد یا نه، خوشحالتر هم میشود. در خانه آلیس با زویی درباره گروه‌های موسیقی محبوب صحبت میکند و اسمشان را حفظ میکند تا جلوی بلتازار بتواند استفاده کند.
آنها در نمایشگاه با هم ملاقات می‌کنند و بلتازار با یکی از آثار تعاملی سرگرم می‌شود. آلیس شخصاً فکر می‌کند نمایشگاه افتضاح است، اما وقتی کلود هنرمند نمایشگاه نظرش را می‌پرسد، او را تحسین می‌کند. وقتی کلود با تکبر از بلتازار نظر واقعیش را می‌خواهد، بلتازار نقدی تند و توهین‌آمیز می‌کند. کلود می‌رنجد و می‌رود. آلیس به او می‌گوید اینجا کسی نظر واقعیش را نمی‌گوید. آنها به بالکن می‌روند. آلیس سعی می‌کند نقش عاشق را بازی کند، مخصوصاً وقتی لیز آنها را می‌بیند. آلیس امیدوار است رئیسش را هم ببیند تا بلتازار و رابطه ساختگیشان را به رخ بکشد. لیز به سمتشان می‌آید و می‌گوید رئیس تماس گرفته و امشب نمی‌تواند بیاید. بعد به بلتازار تعارف می‌کند که با او حشیش بکشد. سپس با خنده از آلیس می‌پرسد این پسر را از کجا پیدا کرده. آلیس عصبانی سیگار را از دست لیز می‌هاپد و یک پک بلند می‌زند. بیرون آلیس همچنان سیگار می‌کشد که تماس خواهرش می‌آید. خواهرش می‌خواهد او را با دکتر زنانش ریچارد آشنا کند و می‌پرسد چرا دیر کرده. بلتازار کلمه دکتر را می‌شنود و آلیس وانمود می‌کند که دخترش در بیمارستان است. بلتازار وحشت زده جلوی یک تاکسی می‌پرد و مسافرش را بیرون می‌کشد تا آلیس را به بیمارستان ببرد. در حالی که تاکسی دور می‌شود، آلیس لبخند می‌زند از کار بلتازار. قرار شام با دکتر زنان خوب پیش نمی‌رود چون آلیس در این نقطه خیلی نشأه است و مدام خرابکاری می‌کند که رفتاری کاملا متفاوت از حالت معمول خشک اوست. صحنه بعدی آلیس را در یک شوی لباس با بلتازار نشان می‌دهد. آلیس دقت کرده که تا حد ممکن لباس جسورانه بپوشد تا روی رئیسش تاثیر بگذارد. این شوی لباس رویداد بزرگی است چون مالک شرکت کیمل هم حضور دارد. اما بلتازار اول با پرسیدن با صدای بلند اینکه کیمل کیه خودش رو ظاهر میکنه و بعد وقتی نمایش شروع میشود یکی از مدل‌ها زمین میخوره و باعث شد بلتازار به کمکش بشتابد. این حرکت غیر معمول همه رو متعجب میکند و نگاه‌ها به سمت او برمیگردد. کیمل حتی میپرسد آیا این بخشی از نمایش بوده است یا نه. در مهمانی بعد از شو، آلیس بلتازار را به رئیسش معرفی میکند و لیز بلافاصله شروع میکند به بمباران بلتازار با سوالهای مختلف. آلیس که متوجه این موضوع میشده، دوست پسر جوانش را روی زمین رقص میکشاند و سعی میکند با او حسی و جذاب برقصد. اما لیز که متوجه شده رابطه آنها سوری است، این موضوع را به رئیسشان میگوید. در همین حین یکی از دوستان زویی سعی میکند از آنها عکس بگیرد، اما آلیس به موقع متوجه میشود و محل را ترک میکند. این باعث میشود رئیس فکر کند که آنها برای یک رابطه عاشقانه مخفیانه بیرون رفتند. این بار این فکر درست است، چون وقتی بلتازار آلیس را به خانه‌اش میرساند، بعد از فهمیدن اینکه دخترش خانه نیست، او را میبوسد و آلیس او را به خانه دعوت میکند و شب را با هم میگذرانند. صبح روز بعد باران شدیدی میبارد و آلیس دلش نمیآید بلتازار را در چنین هوایی بیرون بفرستد و اجازه میدهد بماند تا باران قطع شود. بلتازار متوجه کتابی می شود که آلیس نوشته و کنجکاو می شود. وقتی آلیس سعی می کند کتاب را از دستش بگیرد، در وضعیتی گیر می کند که الیزات و زویی وارد خانه می شوند. آلیس وانمود می کند بلتازار کارآموزش است و بعد از بیرون فرستادن آنها به او یک بوسه می دهد. چند روز بعد دوباره همدیگر را می بینند. بلتازار یادداشت‌های کوچکی روی یک آیپد برای آلیس می‌گذارد و او را برای یک قرار بیرون می‌برد. بعد در تخت بلتازار از او می‌پرسد چرا تصمیم گرفته با او قرار بگذارد، اما قبل از اینکه آلیس جواب دهد خودش سوالش را پس می‌گیرد. صحنه بعد آلیس را در جلسه کاری نشان می‌دهد که لیز با ایده‌های زنندش برای شماره بعدی مجله آن را تحت تاثیر قرار داده است. آلیس در گوشه نشسته و با بلتازار پیامک می‌زند و به لیز می‌خندد. رئیس از اون نظرش را می‌خواهد و لیز مسخره‌اش می‌کند و می‌گوید احتمالاً ایده‌هایی کسل کننده‌ای مثل عرق زیر بغل یا پاشنه کفش دارد. اما آلیس همه را شگفت داده می‌کند و ایده جسورانه‌ای درباره شکستن کلیشه‌ها مطرح می‌کند. او می‌گوید به او لقب‌هایی مثل کوگار دادند فقط چون با یک پسر جوان قرار می‌گذارد، اما اهمیتی نمی‌دهد و پیشنهاد می‌دهد تم شماره بعدی درباره خیال‌پردازی‌ها و فعالیت‌های جنسی باشد و با کلیشه‌ها توجهی نشود. آن شب آلیس در آینه به خودش خیره می‌شود و فکر می‌کند باید حقیقت را به بلتازار بگوید. به هر حال این رابطه طولانی مدت نمی‌تواند خوب باشد، چون چند سال بعد صورتش پر از چین و چروک خواهد شد. او بعداً با بلتازار ملاقات می‌کند و او را به ساختمانی مدرن و آینده‌نگر می‌برد که عاشقش است چون دانشجوی معماری است. آنها نوشیدنی می‌خورند و بلتازار اعتراف می‌کند چقدر دوست دارد با او باشد و دیدنش برایش مهم است و وقتی نیست دلتنگش می‌شود. آلیس تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اما می‌پرسد آیا واقعاً فکر می‌کند این رابطه ایده خوبی است؟ او دختر بزرگی دارد و اگر آینده را در نظر بگیرند وقتی او 50 ساله باشد بلتازار 30 سال است. ستس میگوید بهتر است این رابطه را ادامه ندهند. در محل کار ایده آلیس موفق می‌شود و رئیسش از او بسیار راضی است.
دوستش سیمون میپرسد آیا قبل از جدایی حقیقت را به بلتازار درباره ترفیع گفته یا نه و آلیس میگوید نه. در مدرسه زویی با دختری که ویدیوی رقص آلیس با بلتازار را نشانش داده دعوا میکند. شوهر سابق آلیس از او عصبانی است و میگوید باید خودش را برای زویی توضیح دهد. اما آلیس از خودش دفاع میکنه و میگوید چرا برای او شوهر سابق که با یک دختر خیلی جوانتر از خودش قرار میگذارد مشکلی نیست، اما برای او بد است. او جواب میدهد چون مرد است. روز مهمی در دفتر مجله ربل است چون تریسی کیمل از آنجا بازدید میکند. اما از مدل مرد خوشش نمیآید و بعد از رد کردن مدل‌های دیگر درباره همان پسری که در نمایش دیده سوال میکند، یعنی بلتازار. وینسنت فکر میکند ایده فوق‌العاده است و بلافاصله قبول میکند. وقتی آلیس میخواهد با او صحبت کند، وینسنت میگوید اگر میخواهد ترفیع بگیرد، باید دوست پسرش را راضی کند که برای عکاسی بیاید. آلیس ناامیدانه به بلتازار زنگ میزند، اما او جواب نمیدهد چون به خاطر جدایی به شدت ناراحت است و مشغول خوردن و نوشیدن است. پدرش وقتی به خانه برمیگردد، میبیند همه جا پر از بطری‌های نوشیدنی و زباله است. همون موقع آلیس میآید بلتازار را ببیند و پدرش خودش را به عنوان فرد شکست خورده عاشق پیشه جا میزند تا آلیس فکر نکند پسرش اینقدر به هم ریخته است. آلیس و بلتازار بیرون میروند و آلیس با اضطراب موضوع عکاسی را مطرح میکند، اما بلتازار خوشحال نمیشود. روز عکاسی آلیس مدام به او زنگ میزند و به همه میگوید در راه است. سیمون به او میگوید بهتر است حقیقت را بگوید. عکاس زن بداخلاقی که همه گروه را آزار میدهد، اوضاع را بدتر میکند. درست وقتی آلیس امیدش را از دست داده، بلتازار میرسد و مستقیم به بخش گریم و لباس میرود. سیمون نزدش میرود و بابت کل ماجرا عذرخواهی میکند و میگوید این ایده او بوده و نمیدانسته آلیس حقیقت را نگفته است. عکاسی شروع میشود، اما بلتازار که از دست آلیس ناراحت است، اوضاع را خراب میکند. وقتی عکاس بداخلاق بیشتر او را عصبانی میکند، بلتازار صحنه را ترک میکند. آلیس که به دنبالش میرود، با او روبرو میشود. بلتازار جلوی همه او را درباره همه چیز به چالش میکشد. آلیس سعی میکند با وینسنت صحبت کند، اما او میگوید دارد 10 سال دوستیشان را به خاطر این از بین میبرد و سپس او را اخراج میکند و میگوید حالا وقت زیادی برای نوشتن یا پیدا کردن شغل جدید خواهد داشت. آلیس ناراحت و دلشکسته دفتر رو ترک می‌کند، نه فقط به خاطر از دست دادن شغلش، بلکه بیشتر به خاطر بلتازار. هر جا می‌رود چیزهایی می‌بیند که او را یاد او می‌اندازد، مثل یادداشتی که روی درخت گذاشته بود یا تیشرتش که پشت آینه گیر کرده بود. در نهایت آلیس تصمیم می‌گیرد او را ببیند. به کالجش میرود و از دوستانش سراغ بلتازار را میگیرد چون واقعاً باید با او صحبت کند. آنها او را به پایین راهنمایی میکنند، اما یکی از دانشجوها او را با سخنران مهمان اشتباه میگیرد و به کلاس میبرد. اتفاقاً بلتازار هم آنجا نشسته است. آلیس تصمیم میگیرد نقش را ادامه دهد و درباره زیرساخت‌ها و نوسازی صحبت میکند، اما در لابلای آن به بلتازار میگوید که اشتباه کرده است. دانشجوها شروع به پرسیدن سوال می کنند، اما بلتازار جلویشان را می گیرد و خودش مستقیم از آلیس می پرسد. آلیس اعتراف می کند که خراب کرده و نمی تواند به او فکر نکند. دانشجوها شروع به دست زدن می کنند. همان لحظه سخنران واقعی وارد می شود. بلتازار پایین می آید و از آلیس می پرسد این یعنی چه و آلیس او را جلوی همه می بوسد. 1 ماه بعد آلیس به چاپخانه می رود تا بر روند چاپ نظارت کند و به سیمون می گوید باید از صفر شروع کنند. بعدتر او را می بینیم که به سراغ بلتازار می رود و نسخه های چاپ شده کتاب جدیدش را به او نشان می دهد. کتابی که از رابطه خودش با او الهام گرفته است. آن دو همدیگر را می بوسند و اینجا فیلم به پایان می رسد.